خاموشش کن. الان چرا باید اینو خاموشش میکردم؟ نشستم تو تاریکی. چرا نشستی تو تاریکی؟ منتظرم. منتظره؟ منتظر چی تو؟ به تو ربطی نداره. ساعت 4. ساعت 4. چرا اینجوری صحبت میکنی؟ درست صحبت کن. ساعت 4 صبح تو اتاق پذیراییمون. الان منتظر چی تو؟ اتوبوس؟ اگه بهت بگم مسخره‌ام میکنی. خب نه مسخرت نمی. تو همیشه منو مسخره میکنی. چیکار کنم؟ خب بعضی وقتا دست خودم نیست. ممکنه فکر کنی زده به سرم. خب به خدا الان همینطوری هم فکر میکنم زده به سرت. دیدی؟ خیلی خوب باش. بگو گوش میدم. اون اجرای خیانتی که دیدیم و یادته؟ آره چطور مگه؟ اون راحتی ها رو یادت میاد؟ راحتی ها؟ بابا همون چیزای گنده بدون پایی که میذارن رو زمین. گنده؟ مثل کاناپه‌های بالشتی. کاناپه؟ مثل بالش‌های بادمجون. بادمجون؟ بابا راحتی دیگه. آها بابا بگو از همون اول. راحتی. ساعت 4 صبح الان تو تاریکی نشستی در مورد راحتی فکر میکنی؟ فکر میکنی الان بهتر مبلامون رو رد کنیم به جاش راحتی بخریم؟ اینه که اذیتت میکنه؟ راحتی اذیتم نمیکنه. حالم از راحتی به هم میخوره. پس الان واسه چی داریم حرفشو میزنیم؟ چون ازم پرسیدی چی اذیتم میکنه؟ تو هم گفتی راحتی اذیتت نمیکنه. اصلا دیگه با تو حرف نمیزنم. خیلی خوب باش. چه زودم قهر میکنم. خاموشش کن. قضیه اون نمایش هست. الان پینتر کلافت کرده. داری فکر میکنی با هارولد پینتر به من خیانت کنی؟ میخوای بشنوی چی میگم یا نه؟ آره بگو. اون اجرای خیانتی که دیدیم و یادته؟ اونی که توش یه عالمه راحتی بود. اگه درست یادم بیاد از هر نظر اجرای خوبی بود دیگه. نه منظورم اینه که بالاخره بازیگراش خوب بودن، پرده پشت سرم خوب اجرا شد، اما ایده پشت اجراش این بود که از یه عالمه راحتی استفاده کرده بودن. هر صحنه که تموم میشد چراغ خاموش میشد. یه سری آدم میومدن این راحتی‌ها رو جابجا می‌کردن. نه Please talk slowly. I didn't get anything about what you're saying. هیچی. Anything.
اجرای هارولد پینتر، خیانت، جابجایی، سیاه پوشا، راحتیا. ولی الان بحث سر راحتی نیست. نه نیست. پس موضوع چیه؟ خب همینطور که این نمایش پیش میرفت من درگیر صحنه ها میشدم که چقدر فوق‌العاده است. ولی هر صحنه که تموم میشد چراغا خاموش میشد. یه سری آدم عین گربه دوزه تو تاریکی میخزیدن این طرف و اون طرف، راحتی ها رو جابجا میکردن. آدم احساس میکرد جابجایی بین پرده‌های هر صحنه داره از پرده قبلی طولانی‌تر میشه. گوش کن، هر جابجایی به اندازه پرده قبلی همونقدر طولانی. خب الان یاد این قضیه باعث شده تو ساعت 3/4 نمایش که گذشت بیشتر زمان ما تو تاریکی بودیم تا تو روشنایی. اون سیاه پوشایی هم که داشتن راحتی ها رو جابجا میکردن از خود بازیگرا بیشتر رو صحنه بودن. اصلا رفته رفته اهمیت خود نمایش کمتر میشد. اهمیت اون سیاه پوشا بیشتر و بیشتر. انگار ما داشتیم یک نمایش با مضمون خیانت میدیدیم. انگار داشتیم یک نمایش در مورد این آدمای سیاه پوش میدیدیم که کارشون اینه که اون راحتی ها رو جابجا کنه. خب الان به خاطر همینه که خوابت نمیبره؟ نمیتونم بخوابم چون نمیتونم این فکر رو از سرم بیرون کنم. فکر راحتی ها؟ نه. فکر کارگردانای کودنی که با ایده های نه. فکر سیاه پوشا؟ اونایی که راحتی ها رو جابجا میکردن. هیچ وقت حالا متوجه شدی وقتی ما خوابیم وسایل خونه جاشون تغییر میکنه؟ وسایل خونه جاشون تغییر میکنه؟ آره. اون شبی که حواست نبود نزدیک بود پات گیر کنه به برودری گردنت بشکنه. کی میگه من پام گیر کرد به برودری؟ گیر کرد دیگه. آدم که پاش به برودری گیر نمیکنه. خوبم گیر میکنه. ببین عزیز من بذار اینجور برات توضیح بدم. برودری یک پارچه تزیینی است که پیرزنا پهن میکنن روی پشتی مبل که چربی مبل کثیف نه. پس پات به چی گیر کرد؟ به فرش. اون فرش نیست، اون برودریه. منظورت پادریه دیگه. خیلی خوب بابا، حالا هر چی. قضیه اینه که تو پات به واسطه این گیر کردش چون نصف شبی جاشون عوض شده بود. نه خیرم عوض نشد. پس برای چی خوردی زمین؟ چون ندیدم. چرا ندیدیش؟ چون تاریک. دقیقاً چی؟ همون موقع که وسایل جابجا میکنن تو تاریکی. کی جابجاشون میکنه؟ همونایی که وسایل جابجا میکنن. کیا؟ همونایی که راحتی ها رو جابجا میکردن. باز تو جین ریختی تو نشابت خوردی؟ اینجوری خوشمزه ترش. تو که فکر نمی‌کنی اونایی که راحتی ها رو جابجا میکنن شبا وقتی ما خوابیم تو اتاق پذیراییمون واسه خودشون میگردن؟ امکان نداره. بهت ثابت میکنم. چرا امکان نداره؟ اولا اصلا ما راحتی نداریم. خب اونایی که فقط راحتی ها رو جابجا نمیکنن همه وسایل رو جابجا میکنن. از کجا میدونی؟ بابا اجراهای دیگه‌شون هم دیدم. این زندگیمونه نه اجرا. ولی من یه مدت یه صداهایی میشنوم. خب معلومه که صدا میشنوی. اینجوری که تو جین میریزی تو نوشابت میخوری من موندم چطور هنوز مخی برات باقی مونده. هارولد پینتر، خیانت، ببینش. لیوان، شیر، بخور. بابا شبا وقتی تو خوابی یه تصویرای عجیب غریب میاد جلو چشم. یه صدایی از تو پذیرایی میشنوم. حتی بعضی وقتی یه صدایی از تو موشه. موش نمیتونه وسایل خونه رو جابجا کنه. کسی وسایل خونه رو جابجا نمیکنه. جدی؟ معلومه. پس تو پا برشی گیر میکنه به وسایل گرا میخوری زمین. من چون دست و پا چرته.
من چون دست و پا چلفتی هم پام گیر میکنه به این وسایل. بعدم نزدیک بینم، حواسم پرته، چشمام تو تاریکی خوب نمیبینه. بعضی وقتا هم از این طرف میرم دستشویی، پام گیر میکنه به یه چیز. ولی خب معنیش این نیستش که کار اربایی باشه که شبا وقتی ما خوابیم این راحتی‌ها رو جابجا میکنه. تو خوب حواست بوده به وسایل؟ آره. میدونی من اصلا یک جدول دارم، شبا قبل خواب جاها رو توش علامت میزنم، صبح میبینم دقیقاً همون جاییه که. خب شاید برمیگردونن سر جای قبلیشون. یعنی میخوای بگی اینا صبر میکنن ما بخوابیم بعد یواشکی میان این وسایل‌ها رو جابجا میکنن، صبحم نشده برمیگردونن سر جا. این میتونه یه نظریه باشه. آخه واسه چی باید این کارو بکنن؟ من چه میدونم برش تو جای پینتر این کارو میکردن. راحتی‌ها جاشون خیلی خوب بود، میتونستن اصلا ولش کنن، دونه دونه پرده رو پشت سر هم اجرا کنن. اون وقت اجرا 45 دقیقه کمتر طول می‌کشید. واسط منم کمتر درد می‌گرفت، زودتر میتونستم برم دستشوی خودم رو خلاص کنم. اما نمیشد. اینایی که راحتی‌ها رو جابجا میکنن بعد ذات و خبیثن. بری تو بحرش ببینی واقعا ترسناک. آره واقعا همین جوریه که میگی. اصلا دیگه با تو حرف نمیزنم. خیلی خوب باش. بذار اصلا اینجوری فکر کنیم این آدمای مرموز شبا وقتی ما خوابیم میان این وسایل‌ها رو جابجا میکنن، صبحم نشده برمیگردونن دقیقاً سر جاش، اصلا تقریبا هم. حالا الان واسه ما چه فرقی میکنه؟ چه آزاری دارن؟ انگار بخوای یکی متقاعد بکنی که دنیای موازی وجود داره که توش همه چی مثل همینجاست ولی ما نمیتونیم بریم اونجا یه چیزی دربارش بگیم. الان که چی؟ دنیای اینا با دنیای ما تلاقی داره. اینا به دنیای ما هجوم میارن. الان ما باید چی کار بکنیم؟ من یه نقشه دارم. از همین میترسیدم. میتونیم شب بیدار بمونیم صداشون رو بشنویم. جدی؟ بعدش که چی؟ اون وقت میتونیم بفهمیم دیگه. میتونیم بفهمیم که تو دیوونه ای، منم دیوونم، نصف شب‌ها شدم دنبال آدمای خیالی سیاه‌پوشی میگردم که کل شبشون رو صرف این میکنن که رو مبلی منو جابجا بکنن. تو فکر میکنی من دیوونم؟ آره واقعا اینطوری فکر میکنی؟ میخوای یه روزی منو بفرستی تیمارستان تا همه یه پولامو بالا بکشی؟ آره؟ تو پولی نداری من بخوام بالا بکشم. تا حالا به این فکر کردی که بخوای بهم خیانت کنی؟ تا حالا بهم خیانت کردی؟ ممکنه یه روز بهم خیانت کنی؟ تو میخوای بالا بکشم. تا حالا به این فکر کردی که بخوای بهم خیانت کنی؟ تا حالا بهم خیانت کردی؟ ممکنه یه روز بهم خیانت کنی؟ تو میخوای